کتاب‌های ما کل کتاب‌هایی که میایر بررسی می‌کنیم، کتاب‌هایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما، و کتاب‌هایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی، وزارت امر معروف و نهی از منکر. حدوداً در هفته 5000 جلد 4000 جلد کتاب ما وارد میکنیم که از طرف ارگان‌های امر بالمعروف، استخبارات و جغرافی هم چک میکنم، بررسی میکنم، بعد از نشر میکنیم.